بچه سلام. سلام آقا من این ویدیو رو دارم اسکی میرم. یه نفر دارم اسکی میرم، دیدم خوشم اومد، دوست داشتم گفتم اسکی بریم. حالا ما قراره شب تا صبح بیرون بمونیم. بله. الان ساعت چنده؟ بذار نشونه. ساعت رو نشون بده. ساعت زده 1:50 دقیقه. 1:50 دقیقه. اونی که دارم ازش من اسکی میرم اون خونه مجردی داره. ما خونه مجردی نداریم، ما با والدین زندگی میکنیم. بعد الان میدونی که با والدین زندگی کنیم، من این همه ریش و پشم ندارم. من 19 سالم. الان با والدین زندگی کردن اینطوریه که چی نمیذارم بریم. ما وایستادیم که بخوابم تا ساعت 1:50 دقیقه نمیخوابیدن. ما وایستادیم اینا بخوابن، بعد بریم. سر همینه که چالش ما از ساعت 2 شروع میشه و ما قرار از ساعت 2 نصف شب تا 6 صبح بیرون باشیم. لزه باو میرید پارک ارم، وسط های پارک ارم خواستید برید، فقط اگه بی‌عصابید، اعصاب خوبی ندارید نرید وسط. چرا؟ یه یاروی هست از ساعت 8 تا موقعی که ببندن، از ساعت 4 تا 12 شب تا 12 شب که بخوام ببندن شروع میکنه اند هیجان تونل وحشت. بعد وسط های حرفاش هم اینجوری نسخ نسخم فن تو اتاقش. نه این چیز بود الان بلدی بری چی؟ حاجی پلیس ببن قلاف. پیک شادیه. ساعت 2 وایسا ببینم. باور نمی کنید 2:15 دقیقه است. میبینید یا نمیبینید؟ 2:15 دقیقه است. نگاه کو کجایی؟ ساعت 2 نصف شب بامداد. ما تجریشیم. تو خیابونو ببین. آقا این پشت روی بازار چی بودم؟ پشت بازار بذارین دور بزنیم. بگیر دسته خیابونو خیلی بگیریم. این خیابونم نگاه کو. آقا نگاه کو ساعت 2. دیدی؟ ساعت 2 دیدی؟ این همه تمیزتره. از گربه کثیف‌تری. اول اصلا میریم آمبلی بود قهوه بخوریم. کامنت کنید آمبلی ببین یعنی چی؟ من اتفاقا بهش فکر کردم تو دستشویی. به معنای چیزه، به معنای غیر باور نکردنی. همه یه دونه بگیری یا تو نمیخوای مگه؟ خوابم میبره حاجی کارتو گذاشتم تو ماشین اومدم. 2:30 الان دیگه تقریبا، ولی ما باورم نمیشه انقدر شروع باشه. از علی آقا شب زنده دار قهوه نمیخوره. این من یه دب دوب خریدم. سوار ماشین شیم. نه بابا نی بچه با چیز با شما آشنا شد؟ نه غلامرضا، با غلامرضا آشنا. غلامرضا از بچهای تیم دفاعه. غلامرضا نه اول شخصه نه سوم شخص. بچه‌ها ما اومدیم تجریش قهوه خوردیم. الان باز دور و بر فیلم میگیریم، بعد میریم مقصد بعدی. قراره تا 6-7 صبح همه مقاصد تهران رو بگردیم. زندگی پرایدقتونی شنی کنی دردلگی دوست سخته با ملاقات من روز هفته. علی آقا کجا اومدیم؟ آقا من حقیقتا زیاد اومدم پارک آقا آتش هم حال طبیعت، ولی از تجریش اومدیم اینجا کلا 5 دقیقه هم طول نکشید. از تجریش تا اینجا 5 دقیقه. آقا ما بذار سلفیش کنم. هر بار میمدیم آب و آتش چیز بود. ساعت چنده؟ هر بار میمدیم آب و آتش مثلا کلی تو ترافیک و 3 اینا. ساعت 3 دقیقه.
ولی اونجا به یارو چی گفتن؟ ابزار دفاعی نداری منو خفتمون کنن؟ داداش زن بچه اینجاست همین اینا رو خفت نمی کنم. بیا من تو گو آخه تو دوتا گنده رو آخه وای 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 من اما فیلم بگی بیا برو آفرین وایسا میخوری زمین آرومتر برو میخوری وایسا کپل دیرم تا ما هر بار اینجا اومدیم مأمور به ما گیر داده. غلام رضا آشنا. آقا یه بار خیلی خوب بود. آها اینا هنوز ماهه اونجا. ببین نگاه کن. ببین الان این برجو میبینید این چراغ رو میبینید خاموشه. چند وقت پیش علی نمیدید. آره من چشم ضعیفه کلا. اینو من فکر میکردم ماهه. البته هوام تاریک بود دیگه. ما گفتیم چقدر امیر این ماهه. امیر به من میگفت نه ماه نیست. امیر بی خود سفر گفت این ماه نیست فلانه به سال اینا. گفتم آقا این ماهه به خود. و اون ماه نمیدونم جشنی بود. A few minutes later رفتیم اونجا گفتم امیر این ماهه به خدا. میگفت نه ماه نیست فلان به سال اینا. بعد جشن نمیدونم عرق خوری بود چیز نه منظورم عرق چیزه عرق گیری عرق بازم چیزه که عرق گیری بود دیگه. عرق نعنا عرق چهار گل کاسکی هاسکی اینا بود. بعد یه رایگان داشتم به ما تست عرق دادن. تست عرق دادن. بعد ما فاز برداشتیم دور برداشتیم هار میخندیم. علی اون ماه نیست چراغه هار میخندیم. آخر اومدیم اینجا نزدیک همین پل طبیعت. مأمور این کسخل بازی در آورد. مأمور جلومون رو گرفت. بعد چیز کرد این مأمور رشتی هم بود مأمور. آره گفت رو چیکار می‌کنی اینجا چیکار می‌کنی شما؟ والا رشته نه حالا دیگه کامنت بگم بچه مورد مثلا نه ما همه دوستان رو دوست داریم. خسته شدم. ما اینجا تفریح خاصی هم نداریم. من میگم که پاشیم بریم مقصد بعدی. آقا مقصد بعدیمون که الان اومدیم میدون صنعت بود. خوش گذشت. چیزی نداره. همه چیز بسته است. کسی نیست. بعد ظالمی میگه رفتیم ترجیح به یارو میگیم بغل چند میگه 50 تومن 70 تومن. بعد میگه 40 تومن 60 تومن هم میدم. گفتیم ایران نگیریم. اومدیم اینجا امیر میگه بریم یه دونه جیگر بگیم. جیگر نه دنبه. به یارو دارم میگم دنبه چند میگه 40 تومن. اوه مای گاد. بریم ان شاء الله مقصد بعدی. بریم مقصد بعدی اوپال. اینم از اوپال. به بسته است دیگه. آدم سنشو انتظار نداره که. آقا اوپال که خبری نبود. خب میریم سمت سعادت‌آباد. اینجا هم که خیابان یه طرف است. ما باید دور بزنیم دوباره از جلو اوپال رد شیم. خلاف نکنه بچه. تهش چیز ما خلاف کردیم الان دوباره باید برگردیم. آدم میگه بچهای حفاظت غلام رضا آشنا. ولی حاجی مشکل اینه که ما پیاده شیم اینو دیگه نمیتونیم با خودمون پیاده کنیم چون پلیس ما رو میگیره. به جای جاسوسش ما اومدیم شهرک بوعلی سعادت‌آباد بالای تهران زیر پامونه. حقیقتا خیلی باحاله. ولی تصمیم گرفتیم که برای پایان کار بریم بام تهران. یه بامی بریم دیگه. حالا هر بامی شد. بگو چراغات خاموشه داشت. بریم یه بامی بریم و طلوع خورشید بعدم این که بچه ناموسن تو رو خدا من بلد نیستم تهرانو چیز کنید. برای ویدیوی بعدی خیلی دوستم پارت 2 میدو رو بگیرم. لطفاً بگید کجا بریم. شبای کجا قشنگ تره. اومدیم تو همین شهرک بوعلی اومدیم یه کله پزی. من اونجایی که هنوز خیلی یخم باز نشده اینم یه ذره شلوغه. خب من نمیتونم جلوی مردم فیلم بگیرم. هنوز یخم اونقدی آب نشده. ما بریم کله پاچه رو بزنیم بیایم.
رفتیم چیز؟ رفتیم طباخی شب‌های تهران. کثیف. آقا نه طباخی شب‌های تهران، بولوار پاک نژاد سر به غربی. اصلا نیایید اینجا. با مگس و پشو اینا مهمون میشه. به یه جوری شد چه بخوایم چه نخوایم ما باید پارت دوم بگیریم، چون ما طلوع خورشید اون بالا ندیدیم، ما باید طلوع خورشید اون بالا میدیم. وای علی اینجا چقدر زیباست. رفیق این ستون رو میبینی؟ آره یادم چیاله حاجی اون برج کجی که ونک هست تو ونک. خب بذار نشونت بدم. آره اون این همونه که ماهشو نشون دادی گفتی یه چراغش رو ماه داشتی همونه. آره اون کوها ببین این ورا دیگه به نظرم میرسه به لواسون و اونا تهران پارس و اینا. به ما که خیلی خوش گذشت، شما رو نمیدونم اینکه آیا شما هم با این ولاگ ما حال کردین یا نه. به نظر من که کم بود. خب ما دیر شروع کردیم، باید پارت 2 هم داشته باشیم. آره ما دیر شروع کردیم، جای کمی هم رفتیم. دوست دارم که پارت 2 شو بگیریم، اما لطفا خواهشم ویوهای کمی میگیره این ویدیو، چون ما تازه نوپا هستیم. تازه کنیم بیا اینجا بریم دیگه. بیا ما تازه کاریم، نوپا هستیم، کامنت زیاد نمیگیریم. اما تویی که داری این ویدیو رو میبینی دوست عزیز عشق من، توی کامنت بذار، امید بده. اوکی کامنت بزنید، پیشنهاد بدین دیگه، کجا باحاله کجا قشنگه، کلا جای دیدن تهران رو بگین، فرق نداره شب بسته است یا بازه، ما میریم میبینیم دیگه. شاید هم سه تا پارت چی؟ 3 تا پارت. آره بستگی به پارت بعدی داره. پارت بعدی اگه خوش بگذره ما پارت سومش هم میگیریم، چرا نگیریم؟ و همین دیگه. بیا خداحافظ. خداحافظ.